سلام. هر وقت شرایطی پیش میاد که گزینه مقاومت ایران با محوریت مجاهدین به عنوان آلترناتیو این رژیم مطرح میشه یا یک کم بولد میشه، یه سری پیدا میشن که در همسویی با رژیم علیه مجاهدین یقه درانی میکنن. یکی از اونایی که این وسط خیلی دلنگران شده تلویزیون من و توست که هر وقت مصلحت ایجاب میکنه بسیجیای کرواتی و دختران معاویه آلامود که تو من و تو لونه کردن دادشون هوا میره که کسی نباید به سمت مجاهدین جذب بشه، که معنی حرفشون اینه که اگر قرار مجاهدین روی کار بیان همین آخوندها 100 بار بهترن. مثل اینجا که در این توییت یکی از مجریان من و تو میگه اینا از جمهوری اسلامی خیلی بدتر هستند. اما یکی از آخرین واکنش‌های تلویزیونی من و تو اینه: بله، مدتی است بعضی رسانه‌ها تلاش‌هایی را برای عادی‌سازی چهره سازمان مجاهدین خلق آغاز کردند. گروهی که تا چند سال قبل در ریس گروه‌های تروریستی بود و در جنگ عراق علیه ایران با صدام حسین هم همراه شد و علیه ایرانیان سلاح کشید. خب این که دیدید یک برنامه میزه گرده که در من و تو گذاشتن که طبق فرموده از اول تا آخرش علیه مجاهدین فحش میدن که بعداً به این گفتگوه میرسیم. اما برای اینکه بدونیم چی شد که به این گفتگو رسیدن، ابتدا باید کمی به عقب برگردیم به 2 تیر 1401 وقتی که این خبر در رسانه ها منعکس شد. That's former Vice President Mike Pence, of course, warning about the Iranian nuclear deal. Mr. Pence traveled 5,000 miles to Albania last week to address the largest Iranian opposition group, the National Council of Resistance of Iran. بعد از سفر مایک پنس به آلبانی یک دفعه دیدیم کارکنان من و تو در توییتر به جیغ و داد افتادن که وا مصیبتا دارن از مجاهدین عادی سازی میکنن. این عادی سازیه کد مشترک همه این واکنش هاست و یکی از اونها که خیلی هم مورد استقبال رسانه‌های رژیم قرار گرفت واکنش توییتری مجری من و تو به اسم سالومه سید نیاز. این خانم سالومه کیه؟ این قبلا به عنوان بازیگر تو تلویزیون رژیم ایفای نقش میکرده. منظورشون اینه که مسئول ماشین الان نیستن. اگر شما میتونید بعد از ظهر بیاین. آخه نمیشه، ما بعد از ظهر عروسیمونه، ساعت 7 مجلس شروع میشه. همین امشب؟ میدونم یه مقدار غیرتن. اما بعد در یک مأموریت چند وجهی دگردیسی شده و سر از تلویزیون معلوم الحال من و تو در آورده. از حدود 3-4 سال پیش هم شروع کرده به پاچه‌گیری از مجاهدین، اما این بار رسانه‌های رژیم حسابی ازش پشتیبانی کردن. یه نمونهش این رسانه اینترنتی یک بسیجیه که با آب و تاب به توییت سالومه پرداخته. همکاران سابق و روزنامه‌نگارانی که در شبکه ایران اینترنشنال مشغول به کار هستید، منظور سود اینترنشناله، عادی سازی چهره سازمان مجاهدین خلق بزرگترین خیانتی است که دارید به مردم ایران میکنید. برای بعضیا باید زنگ زد آشغالی فقط بیاد. ببین خانم، این سازمان مجاهدین قبل از اینکه شما به دنیا بیای داشته مبارزه میکرده. تو دهه 60 اون دورانی که هیچ کس جرأت نطق کشیدن نداشت جلوی خمینی، اینا وای میستادن توی خیابون مرگ بر خمینی میگفتن، گلوله میخوردن. چهره اپوزیسیون با رسانه ساخته نمیشه. چهره اپوزیسیون واقعی با تاریخش ساخته میشه. آلترناتیو و اپوزیسیون و مقاومت با ادعا و تبلیغات رسانه‌ای به وجود نمیاد، بلکه با پرداخت هزینه، یعنی با تحمل رنج و خون ساخته میشه. زن و مرد میدان میخواد. اگر هم یک شخصیتی 5000 مایل میکوبه میره پیش این مقاومت، به خاطر تبلیغات رسانه‌ای نیست که میره، بلکه به خاطر تاریخچه خونباریه که این مقاومت پشت سر گذاشته و هنوز هم پاش ایستاده. به خاطر حمایت اجتماعی و به خاطر ظرفیت‌های سیاسی و تشکیلاتی اونه. این توییت های سالومه از طرف رسانه های رژیم با استقبال زیادی روبرو شد. از نوشه ولایت یعنی رائفی پور گرفته تا سایت محسن رضایی و سایت های دیگه. بدون هیچ توضیحی توییتش رو بازنشر کردند. خب به این میگن سربازان گمنام ولایت در خارج کشور.
این رژیم اگر هیچ تولیدی برای این مملکت نکرده باشه، اما انصافاً تا دلت بخواد سرباز گمنام ولایت در سایزها و مدل‌های مختلف تکثیر کرده. اینم نسخه بی‌حجاب آمنه ساداته. البته نسخه های کرواتی رضوانی هم در من و تو کم نداریم. اما من و تویا فقط همین یه فقره واکنش های پرسوز رو نداشتند، بلکه کیوان عباسی که سردسته من و تویاست هم با یک توییت آخوند پسند به صحنه اومد که بلافاصله هم در رسانه‌های رژیم مورد تایید و تبلیغ قرار گرفت. مهم نیست چند میلیون دلار پول خرج کنین و چند تا سیاستمدار بیارین تو مراسمتون. مهم نیست که رسانه ظاهرا ایرانی از طریق پروژه عادی سازی چقدر براتون تبلیغ کنه. من به نظرم این چیزی که کیوان عباسی اینجا داره میگه حق مطلقه. دیدین توییت کیوان عباسی از جمله توییتایی بود که خیلی قابل تأمل یک حقیقتی رو داره میگه. آقای عباسی، قیاس به نفس میفرمایید. شاید برای شما هیچ چیز به جز دلار انگیزه ایجاد نمیکنه، ولی نه هواداران مجاهدین که در سراسر کشور جان بر کف مبارزه میکنند یا در زندانها زیر شکنجه قرار دارند با دلار به صحنه رفتند، و نه این مراسم‌ها و حمایت سیاستمداران آمریکایی، اروپایی و غیره با خرج‌های چند میلیون دلاری به دست میاد، بلکه انسان‌هایی رو میخواد که انتخاب کردند لحظه به لحظه عمرشون رو داوطلبانه خرج مبارزه برای آزادی مردمشون بکنند. اگر کسی سودای پول در سر داشته باشه، سمت مجاهدین نمیاد، چون اینقدر پولدارتر از مجاهدین تو این دنیا هست، رژیم هست، بقایای شاه هست. پس تا اینجا دیدیم که همون میزان که رسانه‌های رژیم از خبر سفر پنس به اشرف سوختند، بوی سوختگی از سیمپیچ‌های من و تویی هم بلند شد و همنوا با رژیم به مجاهدین تاختند. اما با این حال یک رسانه اینترنتی بسیج ضمن قدردانی از خدمات من و تو اون رو تشویق به خدمات بیشتر کرد. حالا یه سوال، چرا تا الان من و تو حتی یک عدد تولید محتوا علیه گروهک منافقین نداشته؟ چرا تا دیروز نداشته؟ تولید محتوا نکرده؟ مگه اینا سناریوشون نیست که بگن قبل از انقلاب یک بهشتی در ایران بوده؟ مگه نمیگن هر کی انقلاب کرده اون بهشت رو نابود کرده؟ مگه گروهک منافقین هم از جمله کسایی نبوده که در این انقلاب ایفای نقش کرده؟ چرا علیهش تولید محتوا نکردن؟ بعد از این فراخوان تولید محتوا علیه مجاهدین در دستور کار من و تو قرار گرفت و چند روز بعد با این میزه گرد در این شبکه مواجه شدیم که 5 نفر جمع شدن تا خیلی بی‌قافیه همینطور یهویی به مجاهدین فحش بدن. رژیم ایران سرنگون بشه، جانشین او هرچه باشه، یک نیروی مذهبی نمیتونه باشه و به طریق اولا سازمان مجاهدین نمیتونه باشه. ببینید آب در هاون کوبیدنه. جانشین رژیم ایران یک رژیم لاییک خواهد بود، حتی اگر دموکراتیک نباشه، محال به اصطلاح یک رژیم مذهبی باشه. تو نظام ولایت فقیه میگن هر کسی که به اسلام آخوندی اعتقاد نداشته باشه نمیتونه بیاد توی حکومت. این یکی هم میگه هر کسی که اعتقاد به مذهب داشته باشه نمیتونه بیاد توی حکومت. خب هر دوش یعنی تفتیش عقاید. این تفکرم به اندازه همون تفکر آخوندی مرتجع. بعد میخواد این دروغ رو هم به ثبت بده که مجاهدین میخوان یک رژیم مذهبی دیگه سر کار بیارن. آخه اگر مجاهدین دنبال حکومت مذهبی بودن، پس به خاطر چی دارن 40 سال با این نظام آخوندی میجنگن؟ تمام دعوای مجاهدین از روز اول با این استبداد مذهبی به خاطر آزادی کشی به اسم دین بوده. اصل دعوا اینجاست، آزادی و دموکراسی، چیزی که در آینده محاله یک رژیم غیر دموکراتیک و آزادی کشه، حتی اگر نقاب لاییک داشته باشه. وقتی خود تفکرت ارتجاعیه ولی میخوای برای آینده ایران نسخه بپیچی، حکایت همون مگس است که درباره بهداشت صحبت میکرد. در مورد مجاهدین خلق یا هر گروه دیگه‌ای من میخوام بگم که ببینید در فردای ایران هر فرد یا گروهی که یکی از این سه ویژگی که میخوام بگم رو داشته باشه هیچ جایگاهی نداره. یکیش اینه که همچنان به زور اسلحه بخواد حکومت رو به دست بیاره، حتی اگر الان کسی رو که میکشه برای اینکه بخواد حکومت رو به دست بیاره یک مخالف باشه از دید خودشون. خب این نشون میده وقتی حکومت رو داشته باشه برای حفظش باز هم آدم میکشه، همین کاری که الان داره اتفاق میفته. بعد از اون هر نوع ایدئولوژی رو داشته باشه، همونطور که شما اشاره کردین، و اینکه از قبل نوع حکومتش و رئیس حکومتش مشخص شده باشه بدون اینکه مردم پای صندوق‌های رای رفته باشن و بدون اینکه اکثر مردم به اون فرد یا به اون نوع حکومت رای داده باشن. این سه ویژگی رو داشته باشه یا یکیش رو نمیتونه در فردای ایران جایگاهی داشته باشه.
ببین 3 تا چیز گفتی که هر 3 تا رو آمن سادات مشتریه، چون بهتر از این نمیشد تثبیت آخوندها رو مهر کرد. اولیش که گفتی کسی حق نداره علیه این حکومت سلاح به دست بگیره. خانوم، گزینه استفاده از اسلحه برای براندازی حکومت رو همیشه خود دیکتاتورها به مردم تحمیل میکنن. وقتی که همه راههای اعتراض مسالمت آمیز رو میبندن و توی آبان 1500 نفر رو توی خیابون میکشن، چه راه دیگه میمونه برای مردم که به حقوقشون برسن؟ براشون جعبه شیرینی و گل ببرن، بگن لطفاً به ما دموکراسی بدید، برامون انتخابات آزاد بذارید؟ نه خیر خانم، وقتی کسی به زور اسلحه میخواد به مردم حکومت کنه، مردم هم حق دارن که با زور اسلحه بیارنش پایین. این هم تو بیانیه استقلال آمریکا اومده، هم تو بیانیه جهانی حقوق بشر. اولین بارم توی تاریخ نیست. این همه دموکراسی توی دنیا هست که همه از همین طریق به دست اومده. اون از جورج واشنگتن بعد از نبردهای استقلال آمریکا، اون از نلسون ماندلا تو آفریقای جنوبی، اونم از شارل دوگل تو فرانسه. بعد دوم گفتی چی؟ بعد از اون هر نوع ایدئولوژی رو داشته باشه، همونطور که شما اشاره کردید. خوب اول معنی ایدئولوژی رو یاد بگیری، بعد راجبش صحبت کنی. چون آخه هیچ کس توی دنیا نیست که ایدئولوژی نداشته باشه. هر کسی بالاخره بر اساس یک معیارهایی داره با دنیای بیرون از خودش ارتباط برقرار میکنه که همون معیارها ایدئولوژیشه. ولی اگر منظورت مثل نفر قبلی اینه که مسلمون نباید باشه، پس همونطور که گفتیم این تفتیش عقاید اون ور سکه جمهوری اسلامیه که این مدل تفکر ارتجاعی که نمیتونه عقاید و مذاهب دیگر رو تحمل کنه، همراه با نظام آخوندی میره سطح زباله. ملت که نمیخوان 43 سال دین اجباری رو سرنگون کنن که بعدش بیدینی اجباری رو حاکم کنن. یه دورانی گزمه‌های رضاخان تو کوچه پس کوچه‌های شهر با اسب و پیاده به زور چادر و روسری رو از سر زن‌ها و دخترها میکشیدن. حالا به جای اونها گشت ارشاد اومده که میخواد به زور روسری و چادر رو سر زن‌ها بذاره. هر دو میزنن و شکنجه میکنن. خب بی‌دلیل نیست که ملت ایران شعار میدن نه تاج میخوایم نه عمامه، چون هر نوع اجبار در مقوله دین و اعتقادات عقب مونده است و همراه با این رژیم براندازی میشه. و اینکه از قبل نوع حکومتش و رئیس حکومتش مشخص شده باشه، بدون اینکه مردم پای صندوق‌های رای رفته باشن و بدون اینکه اکثر مردم به اون فرد یا به اون نوع حکومت رای داده باشن. این 3 ویژگی رو داشته باشه یا یکیش رو، نمیتونه در فردای ایران جایگاهی داشته باشه. خانم، سیاه‌بازی و فرافکنی فایده‌ای نداره. مجاهدین از همون فردای 30 خرداد که پرچم سرنگونی این رژیم رو بلند کردند، شورای ملی مقاومت رو با یک برنامه مشخص به عنوان یک آلترناتیو دموکراتیک برای این رژیم بنیان گذاشتند. اما نه شورا و نه مجاهدین حکومت آینده رو مشخص نکردند که، بلکه برنامه‌های شورا برای یک دوره 6 ماهه بعد از سرنگونیه که وظیفش فقط انتقال قدرت به مردمه. بعد تو این 6 ماه باید انتخابات مجلس مؤسسان برگزار بشه و اون مجلس مؤسسان نمایندگان واقعی مردمه و 2 وظیفه اساسی هم خواهد داشت. یکیش نوشتن قانون اساسی جمهوری جدید و دومیش هم اداره کشور با انتخاب یک دولت موقت تا زمانی که قانون اساسی جدید تدوین بشه و انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و هر ارگان دیگه‌ای که لازم باشه برگزار بشه. اتفاقاً اگر کسی هیچ برنامه و حرف مشخصی برای دوران گذار نداره، به اون باید شک کرد که میخواد یک نسخه دیگه از خمینی رو برامون بیاره. اما شاهکار این میزگرد، ببخشید خمینی کار این میزگرد، این جملشه. من جمله‌مو با این کار، با این سخن در واقع تموم میکنم. باید جمهوری اسلامی ایران تا دیر نشده دست از این مسخره بازی برای تلاش برای دستیابی به بمب اتمی برداره و با برگزاری یک انتخابات آزاد قدرت رو به طور مسالمت آمیز به مردم ایران واگذار بکنه. یعنی مقام معظم ولایت تا الان منتظر راهنمود گوهربار ایشون بود که مسخره بازی اتمی رو کنار بذاره و انتخابات آزاد برگزار کنه. راستی چقدر حیف شد که این نابغه قرن کمی زودتر به دنیا نیامد که این راه حل معجزه‌آسا رو به امام خمینی ارائه بده. تا بعد دیگه 2000 میلیارد دلار صرف پروژه‌های اتمی نمیشد، ایران ویران نمیشد، این هم آدم کشته نمیشدن. خب این نابغه‌ها هم مثل اینکه هر 100 سال یک بار ظهور میکنن و این بدشانسی ما بوده که دیر ظهور کرده. احتمالاً از وقتی خامنه این راهنمود رو شنیده رفته تو زیج و از پای منقل تکون نخورده تا نحوه عملی کردن این پیشنهاد رو پیدا کنه.
یعنی بهتر از این نمیشد برای بقای نظام ولایت فقیه تبلیغ کرد و به امید سر عقل اومدن خامنه‌ای ملت رو به بیعملی تشویق کرد. اینکه هر کسی که با هر لباسی داره اینطوری به بقای این رژیم خدمت میکنه چه خیانتی به ملت ایران داره میکنه، قضاوتش با شما. اما اینکه رسالت من و تو در اساس چی هست، منابع مالیش از کجاست و منابع تصویریش رو از کجا تامین کرده، اینا موضوعاتی است که در برنامه بعدی بهش خواهیم پرداخت. فعلا بدرود.